یک بار برای همیشه کامل ترین روش تغییر بک‌گراند سوژه رو یاد بگیرید. در ابتدا ابزار آبجکت سلکشن تول رو برمیدارم، با کلیک کردن سوژه خودم رو به حالت انتخاب در میارم. هر قسمتی رو خواستم به ناحیه انتخابی اضافه کنم، شیفت رو نگه میدارم، مجدد کلیک میکنم. از بخش سلکت ماسک رو میزنم، حالت نمایش رو روی آن بلک تنظیم میکنم با اوپاسیتی 67%. میام پایینتر، شیفت اج رو روی -14 تنظیم میکنم. گزینه دیکانتامینیت کالرز رو هم روی 45% تنظیم میکنم. از نوار ابزار ریفاین اج رو برمیدارم، سایزش رو تنظیم میکنم و روی قسمت‌های توری لباس به این صورت براش میزنم. این کار رو برای تمام قسمت‌ها انجام میدم. برای خروجی گرفتن وارد بخش پروپرتیز میشم و از این قسمت حالت رو روی نیو لیر ویت لیر ماسک میذارم، اون رو اوکی میکنم. میرم به بخش لایه‌ها، با کنترل به اضافه جی یک کپی از این لایه میگیرم. لایه پایینی رو مودش رو از حالت نرمال به مولتیپلای تغییر میدم. هر دو لایه رو انتخاب میکنم، داخل یک گروپ میذارم. روی قسمت خالی لایه کلیک راست میکنم، دوپلیکیت گروپ رو میزنم و از قسمت داکیومنت اون رو توی سند جدیدم دوپلیکیت میگیرم. میرم به سند جدید، کنترل به اضافه تی رو میزنم، سایز و جای اون رو با توجه به بک‌گراند خودم تنظیم میکنم. میرم به بخش لایه ها و توی این بخش میخوام سایه های طبیعی سوژه رو برگردونم. روی لایه پایینی قرار میگیرم، روی ماسک اون کنترل به اضافه آی رو میزنم. از بخش ادجاستمنت ها یه دونه لولز ایجاد میکنم، اون رو کلیپینگ ماسک لایه میکنم و با دستگیره هایلایت ها بازی میکنم تا سایه های طبیعی سوژه رو ببینم. برمیگردم به بخش لایه ها، روی ماسک ادجاستمنت قرار میگیرم، ابزار براش رو با این تنظیمات و رنگ مشکی برمیدارم و سایه های اضافی که نیاز ندارم رو براش میزنم تا حذف بشن. حالا برای اینکه فوکوس روی سوژه بیشتر بشه، یک کپی از لایه بک‌گراند میگیرم، روی اون راست کلیک میکنم و اون رو تبدیل میکنم به یک لایه هوشمند. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، از منوی فیلتر وارد زیر منوی بلک گالری میشم و تیلت شیفت رو انتخاب میکنم. روی مرکز این دایره کلیک میکنم، اون رو میارم پایین ترین قسمت تصویرم. فاصله و میزان شدت بلر رو با توجه به سوژه و بک‌گراند خودتون به صورت کاملا سلیقه‌ای تنظیم کنید، اوکی رو بزنید. در نهایت برای تنظیم رنگ و نور هم میتونیم خیلی ساده یک کپی از بک‌گراند بگیریم، اون رو بیاریم بالای لایه گروه قرار بدیم، کلید آلت رو نگه دارید و اون رو کلیپینگ ماسک گروه کنید. از منوی فیلتر وارد زیر منوی بلر بشید، اوریج رو انتخاب کنید و مود لایه رو از نرمال به سافت لایت تغییر بدید. یه مقدار هم میزان اوپاسیتی اون رو کمتر کنید تا حالت طبیعی تری به خودش بگیره. اینم نتیجه کاری که ما انجام دادیم. این آموزش رو سیوش کن و برای دوستت ارسال کن، چون میدونم فوق العاده برات کاربردیه.